امروز با هم بریم سالن برای ترمیم احیای موها. خیلی خوش اومدیم به سالن درفشی. بریم پیش آرزو. این دستگاه اسکالپ اسکرابه که توی سم‌زدایی استفاده میشه. اینم ماکرومیست و مواد قشنگشون. اول موهامو کامل شستن، بعد اینکه کف سرم کامل تمیز شد رفتم زیر دستگاه ماکرومیست. این دستگاه رطوبت رسانی میکنه با اون بخاری که داره و باعث میشه که ریزش موها کم بشه. حدودا موهام نیم ساعت توی دستگاه بود و اینم موهای من قبل ترمیم احیام. مواد آماده کردن و مواد گذاری شروع شد. چون موهام چربه و برای کنترل چربی هم پیش آرزو میرم، بهش گفتم که از ریشه مواد رو نزنه. مواد گذاری که تموم شد رفتم زیر دستگاه کلامازون که با حرارتش موهام خشک شد. بعد خشک شدن یه بار رو تو کشی کردن و دوباره شستن و ماسک طلایی خوشگلو زدن. توی مرحله آخرم موهامو خشک کردن و یه موی صاف و براق و شفاف تحویلم دادن.